مهمون امشب من سالها پیش براش می نوشتم، بعدا افتخار اینو داشتم که کنارش بازی کنم. خواهرم، معلمم، رفیقم، دوست بی شخصیتم الیکاتور از یه پسری بودی کم سن و سال، بعد مثلا این یعنی چی؟ لاغر پسر کم درا... سن و سال؟ نه ببین تنها مثلا دستاوردت امین زندگانیه دارم چون خوشگله ما هم آخه تو من درازم تو هم درازی، من لقم تو هم لقی دیگه. نه تو چی بودی حالا خب من فقیه نبودم تو بودی. من خیلی خانوم و سر به زیر و مؤدب و اینا بودم. خب تصویری که من داشت اون موقع من پسری بودم. باشه ببین یه پسری بودی بعد مثلا یه پسر مثلا قد بلند لاغره مثلا، خب هیچ کی هم نمیشناختت که تو رو، که فقط پیمان و مهراب میشناختت، کسی تو رو نمیشناخت. والا اون موقعی که تو به ما اضافه شدی تو رو کسی نمیشناخت، ما که برره رو کار کرده بودیم، نقطه چین رو کار کرده بودیم، تو یه پر رسیدی. خب باشه من هنرپیشه تئاتر بودم از اول، چیز بودم ژنی چیز بودم، هنرپیشه بودم.